برای ترید با هیدن اول و هیدن دوم مهمترین کاری که باید انجام بدید اینه که اون حرکت اصلاحی رو به صورت چرخه‌ای بررسی کنید و نقطه انتهای اصلاح رو پیدا کنید و یه ترید زیبا داشته باشید. سلام، من امیر فخری هستم، مدرس تریدر و تحلیلگر بازارهای مالی. امروز یه تریدی رو روی جفت ارز طلا در تایم فریم 15 به 1 دقیقه زدیم و عکسش رو توی گروه ارسال کرده بودیم که این ناحیه رو بررسی کردیم. این یک حرکت اصلاحی بود و جای درستش در این ناحیه یا در این ناحیه یا زیر این کف بود، یعنی در این ناحیه بود در کل. ولی من چون یکم دیر رسیدم اینجا یه سری رو داشتیم. این حرکت رو در گروه بررسی کردیم ولی احساس کردم که نیاز به صورت کلیپ هم بررسی بشه. خب همونطور که اول ویدیو گفتم، مهمترین کاری که یک تریدر سیستم فرکتالی میتونه انجام بده اون اینه که اول تایم مبدأ خودش رو مشخص کنه، حالا هیدن اول یا هیدن دوم رو مشخص کنه و وقتی که رفت تایم پایینتر یا تایم ورودش، اون حرکت اصلاحی رو مثلا در این حرکت نزولی حرکت اصلاحی هست، 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 اینها رو به صورت چرخی بررسی کنه، زمان اون چرخه رو پیدا کنه، فرکتالش رو پیدا کنه و ناحیه انتهای اون اصلاح رو حدس بزنه که این اصلاح میتونه تا این ناحیه بیاد. اون جایی که حدس زد، وقتی قیمت به اون ناحیه رسید، از اون ناحیه به بعدش به فکر ورود باشه، به شرطی که در اون ناحیه که حدس زده ارزم حضور شما اون نشانه های لازم رو داشته باشه. حالا من میرم همون تریدی که روی طلا زده بودم رو از تایم بالا به تایم پایین بررسی میکنم و ببینیم که چی داریم. خب من تایم مبدأ خودم رو تایم 15 در نظر گرفته بودم و اگر نگاه کنید میگه قبلش یک حرکت صعودی بود و اینجا یک سطحی رو داشتیم در تایم 15 دقیقه با دید بزرگتر و اینجا هم یک سطحی ما داشتیم اگر دید بزرگتر رو در نظر بگیریم. یعنی این سقف و این کف رو من از روند قبلی به عنوان یک ناحیه در نظر گرفتم، علامتش دادم. قیمت زمانی که به سمت پایین حرکت کرده، یک بار اینجا رو رد کرده، برگشته به اون سمت و دوباره به سمت ناحیه پایین تر حرکت کرده، دوباره از این ناحیه پایین تر به سمت ناحیه بالا حرکت کرده، نتونسته این ناحیه رو بشکنه و دوباره به سمت ناحیه پایین تر حرکت کرده که در این ناحیه یک سطح دیگه هم به وجود اومده. یعنی سطح اگر این کف ها بود، حالا این کف ها هم بهش اضافه شدن. جایی که من ترید کردم در این ناحیه بود. حالا این دید تایم بالای من بود یا دید در واقع بزرگتر من بود که داشتم، به این صورت بود که حرکت صعودی بود و اینجا اومده این حرکت رو برای ما انجام داده. بعد از این کار من دیدم رو ریزتر کردم و اومدم در این ناحیه. همونطور که میبینید قیمت از این سقف شروع به حرکت به سمت پایین کرده. اینجا دوتا کف خیلی خوبی داشتیم که قیمت این کف ها رو با این حرکت شکسته، به ناحیه‌ای که از تایم بالا کشیده بودیم یا از دید بالا کشیده بودیم نرسیده بود و اینجا قیمت به سمت بالا برگشته بود. تریدی که ما زده بودیم در این ناحیه بود. یعنی حالا خط روند اینا رو هم که دیگه فکر نمی کنم نیاز باشه بکشم دیگه. خط روند اینجوری داشتیم، حالا رنگش هم مشکی شد، میتونیم روی این راست کلیک کنیم. حالا یه خط روند ارزم بزرگ شما صعودی هم اینجا داشتیم که خط روند اول شکسته شده، اومده به سمت پایین هیدن داده و رفته به سمت بالا و در سقف‌ها دایورجنس داشتیم و دوباره حرکت کرده، قیمت به سمت پایین این کف رو زده و این اولین اصلاحی هست که به صورت نرمال با توجه به این هایلوی که اینجا وجود داشت برای ما به وجود اومده. این حرکت اصلاحی نیاز هست که در تایم های پایین تر به صورت کامل بررسی بشه و انتهای چرخه مشخص بشه برای ترید کردن. خب من اینجا رو داخل یک کادری انداختم. همونطور که میبینید این حرکت اصلاحی روی یک سطح
پرایس اکشنی رسیده و ما این بررسی رو در این ناحیه انجام دادیم. یعنی ما این سطوح رو مشخص میکنیم و زمانی که قیمت به این ناحیه میرسه این بررسی های چرخه‌ای بهترین نتیجه رو برای ما داره. خب من سطح بالایی رو دیگه نیاز ندارم، سطح پایینی رو هم یه خط میخوام بندازم. چرا این خطای ما، یه لحظه اجازه بدید. خب این حرکتی که به سمت بالا اومده رو ما میخوایم بررسی کنیم. ناحیه پایینتر رو برداشتیم، قیمت ببینیم به کجا خورده و برگشته. در این ناحیه به این کف ها واکنش نشون داده، به این کف و سقف. پس ناحیه بعدی که میتونه وقتی برگشت به اون ناحیه واکنش بده یکی این کف ها هست، یکی کف های پایینتر هست و من اینا رو یه ناحیه در نظر میگیرم. از این کف تا این کف رو ما میتونیم یک ناحیه در نظر بگیریم که قیمت به این ناحیه واکنش بده که در اینجا هم داده. حالا بررسی میکنیم که این ناحیه با بررسی این حرکت به چه صورت خواهد بود. تایم 15 دقیقه هستیم و خب همونطور که میبینید در این حرکت قابل توجهی مربوط به تایم 5 دقیقه در این حرکت زیاد دیده نمیشه، ولی میتونید شما بررسی کنید. من این کار رو انجام نمیدم و مستقیم میرم تایم از امروز شما 1 دقیقه و توی 1 دقیقه توضیحاتم رزم میکنم که تایم ویدیو هم زیاد طولانی نشه. خب در این ناحیه وارد تایم 1 دقیقه میشیم. این حرکت صعودی ما هست، همون حرکتی که ما در اینجا از این کف ها شروع کردیم به بررسی، رفتیم بالا و اینجا یک تریدی رو زدیم. خب ببینید من میخوام حرکت صعودی اصلاحی که در این ناحیه هم هیدن داده بود رو بررسی کنم. هیدن زمانی که در تایم بالا ایجاد میشه ممکنه وقتی این سقف ثبت شد هیدن اینجا ظاهر بشه، یعنی ما بدونیم که هیدن هست. ولی مثلا اگر هیدن در تایم بالا با این سقف بود و یک خط افقی از اینجا رسم کنیم و ما هیدن رو اینجا تشخیص بدیم، این هیدن تا این نواحی میتونه حرکت کنه. یعنی ما هیچ محدودیتی برای هیدن نمیتونیم در نظر بگیریم که حتما مثلا تا این سطح میاد یا مثلا حتما تا این سطح میاد یا حتما تا این سطح میاد یا حتی این حمایت مقاومتی که اینجا کشیدیم رو ما نمیتونیم قطعی بگیم که هیدنی که اومده بالا از این ناحیه برمیگرده میاد پایین. ممکنه یه واکنشی داشته باشه ولی قطعی نمیتونیم بگیم از این ناحیه میخواد بیاد پایین. اما با استفاده از سطوح، با استفاده از مطالبی که تا به امروز یاد گرفتیم میتونیم احتمالش رو برای خودمون افزایش بدیم. یعنی اگر فکر میکردیم در این یکی از این سقف ها میخواد برگرده قبل تشکیل شدن، اگر این اصولی که الان میخوام خدمتتون عرض کنم و مسئله پرایس رو هم که مهمترین اصل ما هست بهش اضافه کنیم، احتمالات خودمون رو افزایش میدیم. هیچ وقت اینجوری فکر نکنیم که وقتی دیگه اینو یاد گرفتیم و فهمیدیم که اینجا مثلا یه اتفاقاتی میخواد بیفته 100% بریم اینجا وارد معامله بشیم، فول مارجین وارد بشیم، ریسک اضافی بکنیم و یا خیلی مغرور بشیم. نه، اینها فقط احتمالات ما رو افزایش میدن. چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه ما از تایم 15 به تایم 1 دقیقه اومدیم و این وسط یه عالم فرکتال هستن که میتونن با این برگشت مثلا یه فرکتال دیگه اینجا یه هیدن خوبی بده و بره بالا. اینها رو هم ما باید در نظر بگیریم که ما فرکتال ها رو انتخاب میکنیم. حالا من با تایم فریم نشون میدم، تایم فریم با فرکتال یکی نیست. حالا من چون اینجوری اوف شده دیگه زیاد نمیخوام وارد این بحث بشم. اینا رو بررسی میکنیم ولی این تایم های میانی برای ما هنوز موندن. مثلا 1 دقیقه فرکتالی که در 1 دقیقه ما میبینیم رو بررسی میکنیم. شاید در 2 دقیقه و 3 دقیقه همین جایی که قیمت برگشته اینجا یک هیدن اولی باشه یا یک هیدن دومی باشه که بخواد حرکتش رو تا 100-150 ادامه بده. پس قطعیتی در کار نیست و کلا این فکر رو از سرتون بندازید بیرون که ما میخوایم قطعی کار کنیم. حتی اگر در عمل هم به همچین چیزی رسیدید باز هم بگید که نه، وین ریت من 100
نیست. حرکات هایی که من انجام میدم قطعی نیست، چون 1001 عامل دخیل. ما فقط میخوایم اینو افزایش بدیم. خب پس اگر ما اینجا متوجه هیدن شدیم، ما میخوایم ببینیم که این حد انتهایی حرکت این هیدن تا چه سطوحی میتونه ادامه پیدا کنه و ما این سطوح رو پیش بینی کنیم و بعد از رسیدن قیمت به اون ناحیه بخوایم وارد معامله بشیم. آیا این همیشه برای شما جواب خواهد داد؟ تا حد زیادی به شما کمک میکنه، ولی مثال نقص هم پیدا خواهید کرد. بعضی مواقع منتظر این ناحیه هایی که مثلا در ادامه یاد خواهیم گرفت خواهید بود، ولی اصلا قیمت به اونجا نمیرسه، معامله رو از دست خواهید داد. این پروسه مسیر یادگیری هست. یعنی اگر اینجوری نباشه شما اصلا نمیتونید روی این سیستم مسلط بشید، نمیتونید روی بررسی سهام مسلط بشید. پس بعضی مواقع موقعیت ها رو از دست میدید، بعضی مواقع میاد استاپ میخوره، بعضی مواقع از همون نقطه‌ای که وارد شدید قیمت به سمت پایین حرکت میکنه و همین احتمالات هست. حالا بعداً در مورد این که بر اساس بک تست و بر اساس چیزایی که اتفاق افتاده، بر اساس تسلط چطور یه چک لیست خوبی بنویسیم که هم از لحاظ آماری و هم در عمل راضی کننده باشه صحبت خواهیم کرد. خب من یک مطالب خدمتتون عرض میکنم، شما خودتون برید اینها رو به مقدار زیادی بک تست بگیرید، به مقدار زیادی بررسی کنید، روی حرکت های اول، اصلاحی اول، حرکت اصلاحی اول و حرکت اصلاحی دوم زوم کنید. حرکت اصلاحی اول و دوم رو زوم کنید، با این مسیری که من خدمتتون عرض میکنم بررسی کنید. بعدا میتونید حرکت های اصلاحی بعدی رو هم پیش بینی کنید، ولی فعلا در این دوتا اصلاح. خب این ناحیه که اومده بالا، اینو میخوام خدمتتون بگم که این کف هایی که اینجا تشکیل شده و قیمت از اینجا برگشته، حرکت قبلیش این حرکت بوده، یعنی سقف کف زده اومده به این ناحیه رسیده. این کف هایی که اینجا تشکیل شده، کلوز اینها در این ناحیه هست و کلوز اینها هم در این ناحیه است. این دوتا کلوز، این دوتا کف هایی که برای ما تشکیل دادن، ابتدای تقریبا حرکت صعودی بودن. یعنی اینجا این نواخت نزولی عوض شده و به یک نواخت صعودی تبدیل شده. در این ناحیه چه اتفاقی افتاده که توی سیستم فرکتالی خیلی در مورد اینها صحبت کردیم که اینجا چه ناحیه هست، اسمش چیه، چه اتفاقی میفته از لحاظ روانشناسی. اینها همشو استاد به ما گفتن، ولی چیزی که من میگم اینه که آقا وقتی میخوایم این حرکت رو بررسی کنیم و به انتهای حرکت برسیم، اینجا یک دایورجنسی تشکیل میشه در یک فرکتالی. در یک فرکتالی دقت کنید، قرار نیست حتما شما با مکتی دیفالت ببینید، قرار نیست حتما با مکتی 4 برابر ببینید، قرار نیست با مکتی 3 برابر ببینید. اینجا در یک فرکتالی دایورجنس شده. خب این حرکت شروع شده با دایورجنس. با دایورجنس در انتهای حرکت نزولی شروع شده، رفته یک سقفی رو زده، یک اصلاحی رو داده. اینجا یک هیدن آخر روندی برای روند قبلی بوده، یعنی این روند آخر رو در نظر بگیریم. اینجا یک LHD یعنی Last Hidden Divergence مثلا بوده. این Last Hidden Divergence عمل نکرده. چرا؟ چون نتونسته، مثلا به اصطلاح عمل نکرده، نتونسته کف ما قبل خودش رو بزنه و رفته سقف جدید ثبت کرده و قیمت اومده روی این سطح. اینجا یک هیدن دایورجنسی برای ما تشکیل داده در یک فرکتالی، دوباره حرکت کرده در یک فرکتال دیگه‌ای. در این سقف‌ها یک دایورجنسی اتفاق افتاده، این دایورجنس قیمت رو به سمت پایین کشونده. در این حرکت به سمت پایین دوباره یک هیدن دایورجنسی تشکیل شده، این هیدن دایورجنس قیمت رو به سمت بالا برده. در این سقف‌ها دوباره یک دایورجنسی تشکیل شده و در این دایورجنس این ناحیه شده مثلث طلایی. حالا من با رنگ آبی بکشم. این ناحیه شده برای ما مثلث طلایی. مثلا همیشه اینا به این خوشگلی که من میگم اتفاق نمیفته. خب بعدش قیمت به سمت پایین حرکت کرده و اینجا دوباره HD شده، هیدن دایورجنس شده.
هیدن دایورجنس به سمت بالا حرکت کرده، تلاش کرده بره این سقف رو بزنه، اما نتونسته این سقف رو بزنه و اومده کفش رو زده و این HD تبدیل شده به LHD، یعنی last HD، هیدن آخر این حرکت صعودی. این LHD هیدن آخر مربوط به این حرکت نزولی بود و این LHD مربوط به این حرکت صعودی بود و این اتفاق افتاد و در واقع قیمت نتونست سقف خودش رو بزنه و اومد کف رو زد، کف خودش رو زد، یک های لو های لوی اتفاق افتاد، یعنی یک روند نزولی اینجا شکل گرفت، سقف کف سقف کف، قیمت به سمت بالا اومد به نسبت این سقف یا سقف قبلی خودش یک هیدن دایورجنسی رو تشکیل داد که این هیدن دایورجنس میشه هیدن دایورجنس اول، فرست HD. این شد هیدن دایورجنس اول ما و قیمت به سمت پایین حرکت کرد، کف خودش رو زد و 150 و 200% خودش رو هم تاچ کرد، دوباره اومد بالا اومد پایین، دوباره اینجا یک دایورجنسی تشکیل داد و قیمت دوباره به سمت بالا برگشت، دوباره میتونه اینجا یک LHD باشه، نتونه بره کف خودش رو بزنه و بیاد بالا. حالا ما با حرکت بعدی کار نداریم، ما از این ناحیه که اینجا RD اتفاق افتاده شروع میکنیم تا این RD که اینجا اتفاق افتاده و این LHD last hidden divergence که اینجا هست و حالا اگر از این استفاده نکردیم از این first HD استفاده میکنیم، یعنی یه دونه این رو در نظر میگیریم، یعنی برای ما اهمیت داره برای شروع کار، یه دونه این دایورجنس انتهایی که روی یک سطح پرایس اکشنی اتفاق افتاده رو در نظر میگیریم، بعدش این هیدن دایورجنسی که نتونسته سقف خودش رو بزنه انتخاب میکنیم و بعدش با این فرست HD میتونیم وارد معامله بشیم. حالا اگر این اتفاق ها نیفتاد میتونه حرکت های دیگه اتفاق بیفته، بله میتونه به یک شکل دیگه با یک ظاهر دیگه هم اتفاق بیفته، ولی فعلا ما روی این حرکات تمرکز میکنیم. این حرکاتی هستن که اگر اتفاق بیفتن در یک ناحیه مناسب با یک ریسک به ریوارد مناسب و با یک استاپ مشخص میتونیم وارد معاملات بشیم. خب اینهایی رو که من اینجا عرض کردم خدمتتون بدون استفاده از اندیکاتورها بود و حالا میخوایم بریم یک اندیکاتوری چیزی اضافه کنیم، ببینیم این حرکاتی که اینجا اتفاق افتادن رو روی اندیکاتورها به چه صورت میبینیم. آیا قرار هست که مثلا اگر از مکد دیفالت استفاده میکنیم این حرکات رو حتما روی مکد دیفالت ببینیم، مکد دیفالتی که مربوط به تایم 1 دقیقه هست؟ خیر. آیا اگر با استوک مثلا 15 میبینیم حتما باید همیشه این حرکات رو با استوک 15 بررسی کنیم؟ باز هم جواب خیر هست، چون میتونه فرکتالی که این حرکات رو شکل میده با فرکتال تایم فریم جاری ما که داریم بهش نگاه میکنیم متفاوت باشه. پس نیاز هست که در ابتدای کار کمی با اعداد اندیکاتورها بازی کنیم، کمی با تایم ها بازی کنیم، سطوح رو مشخص کنیم، به سطوح خیلی دقت کنیم، به این حرکت نزولی که اینجا انجام شده به این هم دقت کنیم که ببینیم به چه صورت حرکت خودش رو انجام داده. و نکته بعدی این که خب پرایس اکشن خیلی مهمی. خب من میدونم دیگه اینجا یک سقفی بوده، بذار رنگش رو عوض کنم. وقتی میدونم اینجا یک سقفی بوده و قیمت یک بار اومده به سقف خورده، نتونسته بشکنه، اومده پایین، نتونسته کف رو بزنه، رفته سقف رو زده، خب اینجا یک حرکت صعودی تشکیل شد. خب حتی اگر بخوایم وارد بشیم هم من توی این برگشتی که به این سقف اتفاق افتاده من وارد پوزیشن نمیشم. چون کاملا از لحاظ پرایس اکشنی من یک حرکت صعودی تازه تشکیل دادم، این حرکت صعودی باید بشکنه که من بخوام وارد معامله بشم. حتی اگر اینجا در تایم بالا من در این ناحیه هیدن دایورجنس رو دیدم، به محض دیدن این حرکت وارد سل نمیشم، باید این حرکت اصلاحی رو با بررسی که انجام میدم برسونم به یک نقطه‌ای که ازم بزرگ شما بگم آقا این چرخه یا این حرکت اصلاحی تموم شده. با دیدن این 3 تا کندل نزولی، 4 تا کندل نزولی با الگوهای کندل استیک مثلا نمیدونم اسمش
3 کلاغ سفید، 3 سرباز چیه، با اینها من وارد پوزیشن نمیشم. چرا؟ چون از لحاظ پرایس اکشنی، از لحاظ حرکتی به یک سطحی نرسیده. ازم بزرگ شما تازه حرکت صعودی شده، در این تایم حداقل حرکت ما صعودی شده. انتظار این هست که زمانی که قیمت برگشت روی این سطح مقاومتی که تبدیل به حمایت شده الان، از اینجا حداقل یه واکنش رو داشته باشه. همین ها رو که بررسی کنیم، انتظار ما اون صبری که نیاز هست برای ما شکل میگیره و ما منتظر میمونیم که حرکت انجام بشه. خب ما برای این کار، این چیزایی که اینجا نوشتم، الان خدمت شما نوشتم، اینها رو میخوام ببینیم با چه چیزی میتونیم، یعنی به چه صورتی میتونیم روی اندیکاتورها هم ببینیم. چون ما هیدن دایورجنس و دایورجنس اینها رو با اندیکاتورها در واقع بررسی میکنیم. خب من یه اندیکاتور اضافه کنم، یه تنظیماتی انجام بدم، بیام خدمتتون. خب برای اینکه تایم ویدیو طولانی نشه، من استوکا رو از شماره 5 انداختم، روی چارت بررسی کردم و عددی که بهش رسیدم که در این ناحیه و این هیدن اینها با حرکت ما مناسب باشه، عدد 15 هستش که من 15.33 رو روی چارت انداختم. خودتون هم میتونید بررسی کنید همین ناحیه رو، ببینید با اصلا اندیکاتور دیگه‌ای یا با اعداد دیگه‌ای چطوری در میاد. خب همونطوری که قبلا توضیح دادیم، اینجا یک دایورجنسی ما داشتیم و همون دایورجنس رو ما در این ناحیه میبینیم. قیمت به سمت بالا حرکت کرده، اینجا هم قیمت به سمت بالا حرکت کرده. یک هیدن دایورجنسی به نسبت گذشته داشتیم که اینجا هم همون هیدن دایورجنس رو داریم به نسبت گذشته خودش که اینجا رو LHD یا Last Hidden Divergence نشون دادیم. قیمت به سمت پایین حرکت کرده. اگر اینجا هیدن بود میرفت این کف رو میزد، یعنی انتظار ما این بود که این اتفاق نیفتاده و قیمت به سمت بالا حرکت کرده. اینجا هم میبینید که قیمت در ناحیه اشباع خودش است و زمانی که قیمت به سمت پایین حرکت کرده، ارزم موضوع شما به نسبت کف‌های قبلی با این اندیکاتور یک هیدن دایورجنس رو تشکیل داده و به نسبت اینجا یک هیدن دایورجنس تشکیل داده و روی یک سطح پرایس اکشنی قرار گرفته و به سمت بالا حرکت کرده و در این ناحیه قیمت به سمت پایین اومده. حالا بریم در یک فرکتال دیگه‌ای. اینجا یک هیدنی برای ما تشکیل شده به نسبت این کف‌ها در یک فرکتال دیگه و قیمت به سمت بالا حرکت کرده، یک دایورجنسی رو اینجا برای ما شکل داده همونطور که می‌بینید و قیمت به سمت پایین حرکت کرده. زمانی که قیمت به سمت پایین حرکت کرده، در این کف به نسبت کف قبلی و نسبت کف قبلی که این دو تا کف ها هستند، یک هیدن دایورجنسی رو دوباره تشکیل داده. اگر از این هیدن دایورجنس بخوایم استفاده کنیم، در حالت عادی انتظار ما این هست که قیمت بره مثلا سقف خودش رو بزنه، ولی چون این LHD هست، یعنی Last Hidden Divergence هست، این قیمت، این حرکت هیدن دایورجنس توسط قیمت موفق به زده شدن سقف نشده و برگشته کف رو زده. در این حالت برای ما سقف کف هم روی اندیکاتور و هم روی قیمت تشکیل شده که میتونستیم یک خط روندی رو به این صورت هم روی اندیکاتور و هم روی قیمت بکشیم. در کف ها هیچ دایورجنسی رو اینجا مشاهده نمی کنیم، یعنی اگر با توجه به اینکه قیمت به یک سطح پرایسی رسیده، قبلش دایورجنسی اتفاق افتاده و حالا اگر اینجا رو هم در نظر بگیریم، این هیدن به اندازه‌ای که براش مشخص کرده بودیم، یعنی 100 150 و 200 خودش هم حتی حرکت کرده، همین اینها رو میتونید در نظر بگیرید و با توجه به این روند نزولی که انجام شده، این اصلاحی که بعد از زده شدن این کف برای ما انجام میده همون حرکت طلایی هست که من خودم اکثرا دنبال این حرکت طلایی هستم که این اصلاح طلایی رو شکار کنم به سمت پایین. خب همونطور که میبینید قیمت اگر بخواد بیاد بالا، یه دونه این سقف رو پیش روی خودش داره، یه دونه این سقف رو پیش روی خودش داره که در این ناحیه به نسبت این سقف ها یک هیدن دایورجنسی رو تشکیل بده و اگر اندیکاتور رو نگاه کنید، یه دونه اینجا سقف داریم و یه دونه هم در این ناحیه سقف داریم که قیمت وقتی بالا اومده
قیمت نتونست این سقف‌ها رو بزنه، یعنی این سقف‌ها به این سقف‌ها نرسیدن و به این سقف نرسیدن، اما اندیکاتور این سقف رو زده و یک هیدن دایورجنسی یا بر اساس این فرکتال یک فرست هیدن دایورجنسی، یعنی هیدن دایورجنس اولی در این ناحیه تشکیل شده که قیمت رو به سمت پایین بکشه. اینقدر اومده بالا، 100% رو انتظار داریم بیاد، 150% رو انتظار داریم بیاد و 200% رو انتظار داریم بیاد. اگر این اصلاحی که اینجا انجام شده بود، یعنی این اصلاحی که از این ناحیه اومده بود به سمت پایین و به سمت بالا اصلاح انجام داده بود، اگر اینجا هم هیدن دایورجنس بود و ای بابا میخوام یه چیزی بنویسیم نمیذاره و فرست هیدن دایورجنس بود، اطمینان این حرکت بسیار 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 بالا خواهد بود و میتونه حرکت رو، این منظور قدرتش هست نه اینکه جهتش، میتونه قدرتش خیلی بالا باشه و قیمت رو به سمت پایین هل بده. اگر دومی باشه، یعنی به جای اینکه هیدن اول باشه هیدن دوم باشه، یا مثلا اگر حالا بخوایم بر اساس 4 مکدی صحبت کنیم، به جای 1/4 مکدی 1/4 مکدی 1/2 باشه، باید یه بررسی های دیگه ای رو انجام بدیم که حالا چون تایم ویدیو داره طولانی میشه من اینها رو انجام نمیدم. اصلا من با در تایم بالا دیدید که با اندیکاتور هیچ کاری نداشتم. در تایم بالا یک اصلاحی رو پیدا کردم که به یک سطح حمایت مقاومت رسیده بود و اون اصلاح رو از لحاظ چرخه‌ای با یه دونه استوک بررسی کردم و در این ناحیه خواستیم که وارد معامله بشیم، به سمت پایین حرکت کنیم. در ادامه ببینیم چه اتفاقی افتاده. در ادامه قیمت به سمت پایین اومده و این نواحی، این ناحیه ورود من بود. قیمت دوباره به این ناحیه برگشته، و از این ناحیه دوباره به سمت پایین حرکت کرده. یعنی این حرکت ها در این نواحی که ما مشخص میکنیم اصلا اتفاقی نیستن. ما میتونیم این حرکت ها رو بررسی کنیم برای ترید. اگر به این حرکتی که به صورت شارپ به صورت نزولی بود و به تارگتی که حالا ما پایین تر انتخاب کرده بودیم نرسید و قیمت به سمت بالا برگشت، با توجه به تسلط و تجربه‌ای که دارید دوباره در این ناحیه میتونید یک حجمی اضافه کنید با استاپی از این ناحیه مشخص کرده بود. حالا من یک نکته هم در مورد استاپ بگم. اگر من بخوام اینجا یک استاپی بذارم، یه دونه سقفی که روی پیش روی قیمت هست، یه دونه این سقف هست، یه دونه این سقف هست. خب آیا قیمت میتونه بیاد این سقف رو بزنه و به نسبت این سقف همچنان هیدن باقی بمونه؟ یعنی این بیاد بالا این سقف رو بزنه اما به نسبت این سقف همچنان هیدن باقی بمونه؟ بله. چرا؟ چون اینجا جایی که اینجا اندیکاتور قرار داره در ناحیه اشباع نیست. اینو توجه کنید که وقتی میخواد هیدنی بگیرید، وقتی میخواد استاپ براش بذارید، اینو دقت کنید که زمانی که به نسبت این سقف هیدن داد آیا اندیکاتور در ناحیه اشباع هست یا خیر. اینجا میبینیم که این اندیکاتور در ناحیه اشباع نیست، پس میتونست قیمت به سمت بالا حرکت کنه، بیاد این سقف رو برای ما با شادوی چیزی تاچ کنه. در واقع حالا در سبکای دیگه بگیم نقدینگی این سقف رو قبل از اینکه حرکت کنه جمع کنه و به نسبت این سقف اول همچنان هیدن دایورجنس باقی بمونه. پس این اتفاق هم میتونست بیفته. استاپی که میتونید قرار بدید بررسی این لگ آخر حرکت هست. ببینید در لگ آخر قیمت بعد از اینکه این سقف رو زد اومد روی همون سقف، رفت بالا، دوباره اومد پایین، رفت بالا، اومد پایین، رفت بالا و در این ناحیه بعد از اینکه خط روند نزولی تشکیل شد در این ناحیه یک هیدن دایورجنسی به نسبت های سقف های قبلی داد. اگر اجازه بدید ببینیم این ناحیه هست. بله، این حرکت کوچولو رو میبینید، این همون جایی هست که در تایم پایین یک هیدن دایورجنسی برای من تشکیل شده. من میتونم به جای اینکه استاپ خودم رو در بالای این سقف قرار بدم، این حرکت آخر رو به صورت فرکتالی بررسی کنم و بگم آقا استاپ من در پشت این ناحیه قرار میگیره. یعنی انقدر در میزان استاپ خودم صرفه جویی کنم
استاپ خودم رو پایین‌تر قرار بدم که هم از این سقف بالاتر باشه هم از این سقف پایین‌تر باشه. در واقع من چیکار کردم؟ من با بررسی این حرکت اومدم یک میانگینی از این استاپ و این استاپ گرفتم. اگر استاپ اینجا بود و این استاپ اینجا بود، میانگین اینها تقریبا میشه همین ناحیه دیگه، که همین ناحیه اتفاقا در تایم پایین‌تر روی یک سقفی قرار داره، یعنی یک هیدنی هست که این هیدن قیمت رو به سمت پایین هولد داده. این هم یک تکنیک دیگه برای کوچیک کردن استاپاتون که این تمام مواردی که گفتم رو باید حواستون باشه و استفاده کنید. حالا بریم ادامه حرکت رو ببینیم و فایل رو جمع بندی کنیم. همه فایل هایی که ضبط شده خیلی از این نکات هست. مثلا فایلی که من دیدم کمتر بهش توجه شده، فایل اولی هست که من روی کانال یوتیوبم آپلود کردم و در مورد ایجاد شرایط ایدئال برای ترید با مکتی 1/2 صحبت کردم. صدای ویدیو هم کمی ضعیف هست، ولی واقعا یه نکاتی که توش گفته شده یه نکاتی هست که شاید من بعد از 1 سال تمرین مداوم و تعداد زیادی استاپ خوردن به اون نکات رسیده بودم که در عرض یک کلیپ 20 دقیقه‌ای اون اطلاعات رو خدمت شما ارائه دادم و امیدوارم که به دردتون بخوره. حتما اون فایل رو نگاه کنید. همین حرکتی که اینجا خدمتتون عرض کردم LHD یا لاست هیدن رو در یک ویدیوی دیگه خدمتتون عرض کردم که من کلیات رو میگم. من کلا اخلاقم اینه که میام یک کلیات رو به صورت واضح، ولی کلیات رو به صورت واضح میگم و بقیه کار رو میسپرم دست خودتون که قیمت آقا چرا از اینجا برگشت، این علت داره. این همون جایی هست که در یک تایم پایین تر اینجا دیدید استاپ رو گذاشتیم اینجا، این هم دقیقا همون جایی هست که قیمت اومده اینجا برگشته بالا و تقریبا در این ناحیه همون اتفاق افتاده و ما میتونستیم تی پی رو روی این محدوده ست کنیم. حالا در سیستم های دیگه با درصد میگم، مثلا 86% و فلان اینا، ولی من اینجا با هایولو دارم به شما نشون میدم که کجا میتونه به عنوان منطقه تی پی اول برای شما باشه. اگر 50% این روند رو رد کرد کجا میتونه باشه، اگر از اینجا برگشت مثلا تا کجا رو نزده میتونیم به فکر پایین اومدن باشیم و اگر اونجا رو زد کلا میتونیم از معامله خارج بشیم. اینا که همشو توی یک کلیپ نمیشه گفت. پس 2 تا فایل خدمتتون عرض کردم. یه دونه فایل اول کانال که در مورد ایجاد شرایط ایدئال با مکتی 1/2 صحبت کردم. یه دونه هم اسمش رو گذاشتم جادوی آخرین هیدن، یعنی جادوی همین نقطه‌ای که الان دارم مشخص میکنم فوق العاده میتونه به شما کمک کنه در ترید هاتون. اون ترید هایی که با هیدن ها میگیرید از تایم بالا و در تایم پایین استاپ میخورید، با این روش همون تیپی هایی که استاپ خوردید رو با این هیدن آخرها همون استاپ ها برای شما تبدیل به تیپی های 1 و حتی 2 خواهد شد که بسیار بسیار شیرین خواهد بود. امیدوارم از اون ویدیو هم حتما استفاده کنید. موفق و مایت باشید. امیر فخری هستم. خدا نگهدار.